تندبادی شدید در سوریه دهها خیمه زنان و کودکان جنگجویان سازمان به نام دولت اسلامی را در پناهگاه الحال تخریب کرده است. در این پناهگاه 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الحال فرستادند دیده می شود باد تند خیمه ها را درانده است و آب داخل خیمه ها شده است. مریم، یک زن تاجیکی در این پناهگاه قرار دارد، وضعشان را مرگاور تصویر کرد. ماه اکتبر سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که در الحال صدها نفر از گرسنگی و بیماری‌های سرایتی رنج می‌کشند. مقامات تاجیک ماه سپتامبر اعلان کرده بودند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه را تهیه کردند، اما پس از حمله ترکیه به سوریه در ماه اکتبر این نقشه به تأخیر افتاد. در چند پناهگاه سوریه که زیر نظر نیروهای کرد قرار دارند 575 زن و کودک تاجیک ثبت شده است. مقامات میگویند احتمال شماره از این بیشتر باشد.